امروز با دوستم آمدیم به یکی از مشهورترین بلندی های کابل، تپه وزیر اکبرخان، جایی که بسیاری از مردمان را به نام تپه بی بی مهرو هم میشناسند. هدف ما فقط رسیدن به بیرق بزرگ نیست. می‌خواهیم کمی قدم بزنیم، اطراف تپه را بگردیم و کابل را از یک زاویه متفاوت ببینیم. Look at here. گاهی برای شناختن یک شهر لازم نیست به جای کاملا تازه برویم. کافی است از زاویه تازه به همان شهر همیشگی نگاه کنیم. امروز تپه وزیر اکبرخان برای ما فقط یک مقصد نبود. فرصتی بود تا چند لحظه توقف کنیم و کابل را با تمام شلوغی، زیبایی و داستانهایش از بالا تماشا کنیم. دوستا، این تپه وزیر محمد اکبرخان در ناحیه 10 شهر کابل موقعیت داره و جایی است که در چهارده بغل در نمای مختلف کابل یعنی برتان نشان میتیم ببینیم که تا دور دور جای از اینجا معلوم میشه. موقعیت کلیدی است در دل کابل. همچنان نام از این به خاطر یک چهره مشهور و یک چهره شناخته شده افغانستان، تاریخ افغانستان، وزیر محمد اکبرخان گذاشته شده و تا جایی که من معلومات دارم امی اطراف از این تا حدود 15,000 متر مربع وسط داره، یعنی احاطه از این منطقه از این و همچنان نظر به قصه ها و داستان های وطنی که ما شما مردم کابل داریم اینجا را به نام تپه بی بی مهرو نیز یاد میکنه. ایره دیگه بعضی دوستا شاید بفهمه، بعضی ها نمیفهمه، اما براتون داستان بی بی مهرو هم میگم. خب بر بعضی ها شاید سوال شود که چرا گفتین تپه بی بی مهرو؟ داستان بی بی مهرو داستان عاشقانه و داستان غم انگیز است که گفته میشه طبق روایت های مردم. البته گفته میشه که در دوران جنگ افغانستان و انگلیس یک دختر خانم بود به نام بی بی مهرو که این عاشق یک پسر میشه به نام عزیز. خب دوران جنگ بود، بدبختانه جوانا را میبردن برای عسکری و به جنگ. باز بالاخره به خاطر جنگ همی بچه عزیز میره و در جنگ اشتراک میکنه و وقتی که برمیگرده میبینه که بی بی مهرو فوت کرده. اگه اشتباه نکنم در جای قبرشان باید اینمی تپه وزیر اکبرخان باشه دیگه. او را اینجا دفن کردن. بازی بچه وقتی که برمیگرده و میبینه که بی بی مهرو فوت کرده میایه بالای قبرش و در بالای قبر از شیشته جان میتن و دنیای فانی را به دام میگن. به خاطر ازمی نام از این تپه را همچنان نام تپه بی بی مهرو نیز گذاشتن. نام این تپه با وزیر محمد اکبرخان ارتباط دارد. یکی از چهره‌های مشهور تاریخ افغانستان و فرزند امیر دوست محمد خان. او در جریان جنگ اول افغان و انگلیس، مخصوصاً در رویدادهای سالهای 1841 و 1842
نقش مهم داشت و برای مدتی نیز رهبری کابل را بر عهده گرفت. دوستای قند تپه وزیر محمد اکبر خان جایی بود که من قبلا راستش بگویم نامده بودم، ولی زیاد تصاویر و ویدیو و چیزایش دیده بودم، زیاد تعریفایش شنیده بودم و کسی که برای بار اول کابل میه معمولا جایی است که حتما میخواه اینجا رو ببینیم. دیگه برآورد ما خوب است، یعنی جایی است که فضای سرسبز است، فضای آزاد است. شما میتونین با دوستای خود بیاین اینجا وقت بگذارونین، قدم بزنین، ببینین، بگردین چهار دو بغل از اینجا. دیگه شما حتما بیاین سر بزنین، انشالله که خوش شما میه. دیگه ویدیو اگه خوشتون آمده میخواین که ویدیوهای دیگه مانند از ساخته شوه، ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب کنین چینل ما را و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.